سلام، یک سوال دارم از جناب وکیل صاحب در مورد اینکه بعضی از هموطنهای ما یک سری مشکلات دارن در مورد تثبیت هویتشان. میخوایم بدانیم که وکیل صاحب چی نظریه داره. علیکم سلام. در قسمت تثبیت هویت واقعا فاطمه جان زیاد هموطنای ما مشکل دارن و ما تقریبا از چند ماه به این طرف متوجه هستم که اکثریت پرونده های افغان ها به خاطر عدم تثبیت هویتشان زمانی که درخواست سیتیزنی میکنن یا پاسپورت سوئدی میکنن مشکل دارن و گاهی اوقات هم ایتو افغانای را ما داشتیم که هیچ نوع استاتسلوس هستن، یعنی هیچ نوع اسناد مبنی بر اثبات هویت خود ندارن. خوب این اشخاص باید چی کنه؟ زمانی که اینا آمدن به سویدن، خب اینا به شکل نامده بودن که میمانی آمده باشن یا از طریق اوفیسیال خواسته باشن، اینا رو دعوت کرده باشن که اینا باید پاس و تذکیره و همه چیز می داشتن. خب معلوم است که اینا از راه قاچاق آمدن، با مشکلات و با حتی بازی جان خود به کشور سویدن آمدن که اکثریت در راه هم یا در دریا یا هم در جای دیگه از پیشان اسنادشان یا مفقود شده یا آورده نتانستن. خب دوباره به افغانستان هم رفته نمیتونن. در این قسمت باز استثناءاتی وجود داره، اوندانتاگ که اینجا برش در قانون میگه و ماده اوتلامنینگسلاگن کپیتال 12 ماده 12 قانون بیگانگان سویدن در فقره 2 استثناءات گذاشته. اگر شخص این استثناءات تکمیل کنه باز میتونه که هویت خود ثابت کنه و بر اساس از او پاس سوئدی خود بگیره. در این قسمت اینال ما و شما بجای ازی که بریم استیرک ایدنتیتیت کنیم، زمانی که اساس تو در اصیل پروتکلتان باید ببینین. هر کسی که به این مشکل است باید اولین کاری که میکنه اگر اصیل پروتکلش پیشش است او را باید مطالعه کنه که در او اصیل پروتکل برازی در آخر نشته کرده که استیرکت ایدنتیتیت یا خیر، یا هم نشته کرده که دوهر استیرکت دین ایدنتیتیت سنولیکت. ببینید که بر شما سنولیکت استیرکه شده یا هم کامل استیرکه شده. اگر از این دو تا هیچ کدامش هم نشته کرده باشه که دوهر انت استیرکت دین ایدنتیتیت، یعنی هیچ نوع هویت ثابت نکردی، تو باید چی کنی؟ مثلا اکثر افغانای ما اگر هیچ نوع ایدنتیتیش استیرکم نشده باشه، نه سنولیکت نه استیرکه، و بس اینا باید چی کنن؟ استاتسلوس باشن، هیچ اسنادی ندارن. در این قسمت چیزی که بسیار زیاد اوندانتاگ است ای است که باید 8 سال زندگی آبرومندانه را در خود سویدن بدون جرایم سپری کرده باشن. خب ای اوندانتاگ هم تکمیل شد، ولی باز هم اینا باید اسنادی را ارائه کنن که بتانه هویتشان ثابت کنن. هیچ نوع اسناد ندارن. خوب راه حل ای است که باید همه باید بشنوه که با قانونی که در سال 2025 وضع شد، در اونجا آمده به خاطر تثبیت هویت و ایدنتیتی ما میتونیم که شفایی شما را بخوایم به اداره مهاجرت و بعد از یک اینترویو هویت شما را ثابت بسازیم، یعنی ما قبول کنیم به طور احتمالی. پس اینجا مهم ای است که بر از او افغانا امی قانون استدلال صورت بگیره که خصوصا بعد از 2025 قانونی که تعدیل شده در اونجا در قسمت تثبیت هویت میگه کسایی که سیتیزنی میخوان ما در صورت نیاز میخوایمش به اداره مهاجرت که اینا هویت خود را ثابت کنن، یعنی منطلق از پیشش پرسان میشه شفایی. اگر دو شفاهی را تثبیت ساخت پس هویتش چی میشه؟ سنولیک قبول میشه. وقتی که سنولیک قبول شد میای تابع ماده 12 قانون بیگانگان سویدن فقره 2 میشه. 8 سال خود سمتلیف تیر کرده و اقامت دائم داره پرمننت، عالی هویتش هم سنولیک قبول شد. وقتی که سنولیک قبول شد مستقیم مطابق فقره 2 ماده 12 قانون بیگانگان سویدن واجد شرایط پاسپورت میشه. مشکل چی است که از این مواد قانون اکثریت آگاهی دقیق ندارن که باید اگر اینا بر یک مرجع قانونی مراجعه کنن قبل از اینکه شما درخواست پاسپورت میتین. باز ما با مو بیایم هر کسی که درخواست پاسپورت میته باز می از خودگه و یا سودانی فرمی دی خودک که وایسته و نه چند تا فرم از پر کرایی که برات میای او رقم نیست. زمانی که شما درخواست پاسپورت میتین خیلی سوالای تخصصی است که باید به شکل واقعی با یک وکیل با مشوره انجام بدی و در اخیر چیزی که وجود داره یک ایترنده که اضافه شوه که چرا ما پس میخوایم و چی مشکلات در هویت ما بود که قبل از اینکه بیا اداره مهاجرت است تو سوال کنه این کلگی را تا یکی ترنده با او جور کنی زمینه بسازی که زمانی که درخواست شما میره واقعا معلوم شود که شخص با واقعی مدغم شده و چقدر خوب درخواستش آمده و هویتش هم به این شکل احتمالی ثابت شده.
در او حالت میتونیم که اکثرا باز ما جوابای مثبت بگیریم. ما پیشنهاد ما برای تمام افغانای عزیز ما که زیاتر در قسمت تثبیت هویت مشکل دارن، ایره دارم که قبل از درخواست پرونده تان با یک مرجع قانونی شما مشوره کنین و یا هم اگه درخواست دادین و افسلاک برتان آمده منفی ساخته تانه، پیش از اینکه خودتان اورکلاگ کنین و اورکلاگر هم از یکی دیگه کاپی کنین، او درست نیست، از هر کس به اساس کیس خودش است. متاسفانه من میبینم اکثریت در چت جی پی تی میپرته و ما چی کنم هر چیزی را که او آورد او اساس نیست، اساس قوانین است. به هیچ وجه چت جی پی تی بر تو نمیگه که مشکل اساسی تو با قوانین افغانستان چگونه است، هویت تو با اینجا چی است. اگر به این رقم شوه خب باز اصل مسلک از بین میرنی. باید به این شکل میتونیم که ما هویت به بسیار سادگی با یک مشوره حقوقی میتونی که هویت تا تثبیت کنی. پس این موارد که مد نظر بگیریم مطمئنا که از همه هویتش ثابت میشه و کسایی که این نگرانی رو دارن بعد از این نگرانی زیاد نداشته باشن، چرا قانون جدید مخصوصا سال 2025 که از مارچ به این طرف تثبیت شد، تثبیت هویت به اساس منطلق چی میگه شفاهی تحقیقاتتان هم میتونه که تثبیت کنه، ولی بر از او درخواست کنین، بعد از او میتونین که هویتتان ثابت کنین. بله تشکر بسیار زیاد از معلومات خوب. قابلش نیست، بخیر باشین.